ظریف با روحانی فرق داره. احترامت واجب خانده ای، اما حرف این ظریفا نزن که هیچ خوشم نمیاد. کی واسه ما قده اینو خود معرفت رو کرد تا ما واسه یه خروار رو کنیم؟ این ظریف هیچ وقت واسه ما به درد نخورده خانده ای. رفتن یه برجام آوردن تا دسته کردن تو تنمون. 7 سال فقط لاس میزنن با خارجی ها. 7 سال واسه یه کشوری که 80 خورده میلیون جمعیت داره، یعنی وقت کشی. با اون همه شغلی که میگفتن ایجاد میکنیم چی شد؟ یه عده ترسو اومدن رو کار. نه این برجام به کارمون اومد، نه این یارو ظریف. چشه اینا به فرنگه. این مرامل لیبرال هست، یعنی اصل لیبرال خانده ای فرنگ و لیست بزنه. الان اون جانکری کجاست؟ اون که همین جواد ظریف بهمون گفت امضاش تضمینه کجاست؟ این جوادم داد بیداداش واسه ما بود و لبخند زدناش واسه اونا. الهی تو قبر کری بذارنت. چقدر جوونا اومدن دل بستن به یه حسن کلیدو براش قهر دادن، به بهونه کنسرتو بزن به رقص آزادی کاری کردن یادشون بره نیازشون این چیزنی. حالا چی شد؟ با همین لبخند زدن ها آرزوی جوونای ما رو مفت و دستی کردن زیر خاک. این ظریف هنوز مسئوله، هنوز قدرت دستش خانده ای. چرا الان کاری نمیکنه؟ حتما واس رئیس جمهور بشه تا واسه مملکت کار کنه. نه اینا همش فیلم و سیانس خانده ای، میفهمی؟ میخوام به ما کلک بزنن دوباره. ظریف و حسن از یه قماشن. اینا وزیر حسن نمیموند. بعدتون نیاد، اما شما این جونه برای لیبرال نمیشناسین. اینا مدیریت بلد نیستن. این از داخل که تو کنترل قیمت همه چی موندن، اونم از برجام که میخوام روش بیارم بالا. فقط وعده بلدن. خیال میکنی چی میشه خانده ای؟ رئیس جمهورش خوب میشه؟ نه اینا بالا تا پایینشون بچه هاشون اون ور آبن، خودشون هم نون اون اجنبی ها رو خوردن گردن کلوف کردن. یه جی گردار باز بیاد. دیگه اجازه نمیدیم کسی این قماش ترسو رای بیاره.